با درود خدمت دوستان و طرفدارای یوز آسیا. در عجبم از ملتی که خود زیر ظلم و ستم و تازیانه به سر میبرند، حال برای حسینی که آزاد زیست میگریند. حالا این روزا یه سره به بنده دایرکت میدن، یکی میگه کرایه خونه ندارم، یکی میگه پول پیش خونه ندارم، یکی میگه نمیدونم پول عمل جراحی ندارم، یکی میگه نمیدونم مثلا شام و شب خانوادم لنگم، یکی میگه میخوام کلیه بفروشم. همش دنبال اینن استوری بذاریم مثل بابا با گدایی کردن به جایی نمیرسی. آخه دلت خوش زندگی میکنی. حالا بعضی وقتا بنده فشارم بهم میاد، یه اعتراضی یه حرفی میزنم، خب حرف دل شما رو میزنم، حرف دل مردم رو میزنم. حالا بعضی هم برمیگردن میگه بابا حرف نزن، تو هم روی همه مردم. رو کدوم مردم؟ بعضی هر برای سرشون بیاد صداش در نمیاد.